در جوامع بشری از گذشته تا به امروز این گونه بوده که مردان در ازدواج پیش قدم می شدن و به خواستگاری دختران و زنان می رفتن، حال که سنت ازدواج این گونه بوده و هست. در این ویدیو 3 تا از زنهایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن با آنها رو منع کرده به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. طبیعی است که برای انتخاب همسر معیارها و ملاک‌های یک زن خوب و ایده‌آل را به مردها اعلام می‌کنند. در حدیثی معتبر از رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله نقل شده آن حضرت از زید ابن ثابت پرسید آیا ازدواج کرده ای و زن اختیار داری؟ زید ابن ثابت جواب داد نه یا رسول الله. حضرت فرمود ای زید زن بگیر تا پاک دامن بمانی ولی با 3 نوع زن هرگز ازدواج نکن. زید گفت آنها کدام زنها هستند یا رسول الله؟ حضرت فرمود زنی که سلیطه باشد. طبق این حدیث پیامبر باید از زن سلیطه پرهیز کرد، حدیثی که این روزا به دلیل جو فمینیستی بازگو نمی شود و یا حتی این حرف یک مسئله ضد زن و یا مرد سالارانه قلمداد می کنند. زن سلیطه زنی است که در صدد سلطه باشد و به همین جهت درنده و بدزبان باشد که با این تدریج می توان فهمید که تا چه حد تحت تاثیر فرهنگ غلط این امر در زنهای امروز رایج شده و سریال‌های صدا و سیما را میتوان سلیطه پرور نامید. دوم، زنی که پرحرف و بدبو باشد. آدمای پرحرف آدمایی هستند که بزرگترین آسیب را خودشان به خودشان میزنند اما متوجه این موضوع نیستند و تا وقتی که عادت بد پرحرفی با خودشان در هر جای میبرند همیشه با مشکلاتش مجبورند دست و پنجه نرم کنند. واقعیت این است که پرحرفی در همه جای جهان مفهوم است. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام پرحرفی مقدمه لغزش و لغزش مقدمه بی‌حیایی و بی‌حیایی مقدمه بی‌تقوایی و بی‌تقوایی مقدمه دلمردگی و در نتیجه گرفتار در آتش دوزخ شمرده شده. همچنین در حدیثی پیامبر به ابوذر یکی از یارانش می‌فرماید هیچ چیز برای زندانی شدن طولانی شایسته تر از زبان نیست. با این اوصاف پیامبر اگر دومین زنی که ازدواج با آن را منع کرده است زنی که پرحرف و بدبو باشد. سوم، زنی که بدزبان باشد. در تعالیم اسلامی علاوه بر حقوق و وظایفی که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند برای هر یک از زن و شوهر نسبت به هم تکالیف ویژه‌ای قرار داده شده. یکی از حقوقی که زن و شوهر باید آن را رعایت کنند دوری از بدبویی و بدزبانی است، چرا که اثر آن زدودن محبت و عشق زن و شوهر نسبت به یکدیگر است و چنین رفتار ناپسندی ریشه محبت را خشک می‌کند. اگر زن در برابر شوهر بدزبانی کند همان جمله اولش احساس مرد را جلیه دار می کند و اگر مرد نیز چنین رفتاری انجام دهد به محبت همسر خود صدمه وارد می کند و اگر این تندخویی و بدزبانی از طرف هر دو ادامه پیدا کند قطعاً حرمت‌ها شکسته می شود و ممکن است محبت به نفرت تبدیل شود. در این ویدیو 3 تا از زنهایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن با آنها رو منع کرده به شما عزیزان معرفی کردیم. در ویدیو بعدی داستان پسر بچه‌ای که چندین شبانه روز از داخل شکم مادر زنده بیرون می آید به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. حتما ویدیو بعدی رو تماشا کنید.